الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 48 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود برحق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. در حلقه گذشته به شما مسائل چند در مسئله های اخلاص صحبت نمودیم، در جمله مرتبه های اخلاص که اصل است و کمال است و قوادح الاخلاص، شکننده های اخلاص، عمل هایی که اخلاص را نابود نمی کند و اخلاص و نیت عادت را به عبادت تبدیل می دهد و این چنین بالعکس و مسائل دیگر. و در این حلقه 48 نیز کوشش می نماییم آخرین مسئله هایی که تعلق به اخلاص دارد که شرط صحت لا اله الا الله است کاملا بیان نماییم و با همین کوشش بکنیم که حلقه 48 پایانی شرح و توضیح شرط چهارم صحت کلمة التوحید لا اله الا الله باشد. اولین مسئله این است که برادرانم و خواهران موحدم باید بدانید که اخلاص به خود چیزهای لازمی دارد، چگونه ای که یقین، صدق اینچنین به خود چیزهای لازمی داشت. اینچنین اخلاص نیست به خود چیزهای لازمی دارد. چگونه بیان کردیم چیزهای ضروری و لازمی یقین این صدق است و چیزی که به صدق باید همراه همیشه بیاد این عمل است. پس لوازم یعنی چیزی که باید بعد از مخلص شدن انسان باید به وجود بیاید، همراه اخلاص بودنش همیشه ضرور است، چیست؟ البته چندین چیز هست، اما بزرگترینش این صدق است. شرط سوم لا اله الا الله محبت است. شرط پنجم لا اله الا الله و قبول است. شرط ششم لا اله الا الله و انقیاد است. شرط هفتم لا اله الا الله. یعنی وقتی که اخلاص به وجود آمد باید صدق، محبت، قبول و انقیاد باید به وجود بیاید. البته در این مسئله کمی بدتر صحبت می نماییم در موضوع علاقه اخلاص به باقی دیگر شرط های کلمة التوحید، یعنی اخلاص به دیگر شرط های لا اله الا الله چه علاقه دارد صحبت می نماییم. و این چنین از چیزهای لازمی اخلاص این توکل بر الله رب العزت و الجلال است. توکل و تخلص، خلاص شدن از غیر الله و یگانه به الله تکیه و توکل نمودن. در حقیقت لذت و کیفیت و اطمینان توکل را مخلصان می چشند و این درجه بالای ایمانی که و کیفیت و لذتی که در توکل است برای مخلصین الله سبحانه و تعالی داده است. پس وقتی که اخلاص شما قوی شد توکل شما هم باید قوی باشد. اما وقتی که توکل ضعیف است بدانید که اخلاص ضعیف است.
و این چنین اخلاص چیزی دیگری که با همراهیش است، این به مردم نیکی نمودن. البته به مردم مؤمنین مسلمین عموما باید به مسلمین نیکی کردن. حتی رسول الله میگند از یک راهگرد مسلمان ها یک سنگ را و یک خار را، یک چیزی ضرر رساننده را به یک طرف گذاشتن. سبحان الله. البته کسی که مخلص است نمیخواهد که به یک برادر و خواهر مسلمانش حتی یک ضرری برسد. پس من و شما امروز مخلص هستیم یا نیستیم؟ امروز مسلمان های هستند که خود را مخلص میگویند، اما چندین روزها میگذرد، ماهها میگذرد، حتی سالها میگذرد که فکری مسلمانان اذیت شده را نمی کنند. مسلمانانی که از دست کفار کشته می شوند اونها را نمی کنند. حتی یک دعای در حق مسلمان های مظلوم نکرده اند. پس اخلاص اونها چقدر است؟ این چگونه اخلاص است که یادی برادرت را نکردی، یادی مسلمان را نکردی، به اون رحم نیافتی، رحم نکردی. و اخلاص چیزی دیگری ضروری، اخلاص از لوازمات اخلاص ترس از الله است. کسی که بگه که من مخلص هستم اما از الله سبحانه و تعالی ترس ندارد، یعنی میگوید که میترسم اما محرمات را به جا میآورد، حلال را به یک طرف میگذارد، یا که حلال را حرام میگوید، یا که محرمات الله کرده را به جا میآورد. اعوذ بالله من ذلک. و این چنین امید به الله سبحانه و تعالی کردن. ابن حجر اسقلانی در کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میگن والاخلاص یستلزم التوبه والندم. این چنین اخلاص یکی از چیزهای ضروری اخلاص این توبه و پشیمان شدن از معصیت و گناه است. هر کسی که زیاد توبه بکند، زیاد پشیمان از گناه ها و تقصیر ها و کمبودیش باشد، بداند که اخلاصش هست. چرا که اخلاص انسان را به درجه توبه کردن میرساند. پس این چیزهای بود که مختصرا بیان کردیم که از لوازمات چیزهای ضروری اخلاص بود. باید همراه اخلاص این چیزها باشد. یعنی وقتی که کسی که خود را مخلص میگوید اما این چیزهای ذکر شده در اون وجود ندارد، پس این اخلاص وجود ندارد. پس اخلاص وجود ندارد، صدق ندارد، محبت ندارد، حق را قبول نمی کند، انقیاد و پابرجا به عمل نیست، توکل ندارد، به مردم نیکی نمی خواهد، به مردم مسلمان خوف از الله ندارد، امید به الله ندارد، توبه ندارد، پشیمانی ندارد، پس اخلاص ندارد. چرا که این چیزها مهمترین علامت های اخلاص است. برادرانم و خواهران موحدم، باید بدانید که اخلاص به خودش ثمرات و میوه ها دارد. هر کسی که به درجه اخلاص رسید و اخلاص را پیدا کرد و تحقیق نمود، داند که به بسیار فایده ها در این دنیا و آخرت گرفتار خواهد شد، نصیب خواهد شد. در حقیقت ما فایده های اخلاص را می توانیم در حلقه های چند ذکر بکنیم، اما بدانید که مؤمن بودن، از شرک دور بودن، منافق نبودن، از اهل جنت بودن، به درجه بالا نصیب بودن، همه این میوه ها از اخلاص است. ترس از غیر الله نابود شدن، یعنی از غیر الله ترس را کندن، رزق را وسیع دانستن، حیات را زیباگیش، همش از اخلاص وابسته دارد. بارک الله فیکم. البته این مسئله در باب رقایق و در کتب‌های رقایق ذکر کرده می شود و حالا مسئله ما آموزشی مهمات اخلاص است. پس اخلاص اهمیت بزرگ در مسائل شرعی و به اصل دین دارد. پس اهمیت اخلاص به نهایت آشکار است و بالغ است. وقتی که می‌بینیم که اخلاص این یک شرط صحت لا اله الا الله هست که همیشه با همراهی صدق و یقین می آید. سبحان الله. اخلاص، صدق و یقین همراه همیشه می آید. از این فهمیده می شد که اخلاص اهمیت بزرگ دارد
و این چنین متفاوت بودن درجه های انسان ها، یعنی یک رنگ نبودن مسلمان ها بلکه درجه های بالا را دریافت کردن مسلمان ها از دیگر مسلمان ها به درجه اخلاص است. قبول شوی طاعتش در نزد الله نسبت به اخلاص است. چقدر اخلاص داشته باشه تمام قدر طاعت شما اجرش زیاد است. اجری ثواب طاعت شما مبنی بر اخلاص است. بارک الله فیکم. و همه این سخنها در شرح سومین شرط صحت لا اله الا الله که صدق بود بیان کردش در که البته صدق هم مثل اخلاص است در این مسئله. و این چنین اهمیت اخلاص از اینجا هم فهمیده می شود که اخلاص همیشه همراه و اقتران انقیاد می آید. البته کلمه انقیاد چی معنی دارد در حلقه های آینده به شما بیان می شود. انقیاد یعنی قبول کردن و پابرجا بودن و عملها را همیشه با انشراح صدر انجام دادن می باشد. بارک الله فیکم. و این چنین اهمیت اخلاص از جای دیگر این است که وقتی که نظر میکنیم علاقه اخلاص را به بقیه شرط ها که البته اخلاص مقامی بالا را دارد و باید بدانید که اخلاص این شرط صحت توحید است. شرط صحت کلمت التوحید لا اله الا الله است. و نبودن اخلاص سبب می شود که اسلام انسان قبول نمی گردد. وقتی که اخلاص نابود شد عبادت به وجود نمی آید. عبادت انسان قبول نمی گردد. بودن عبادت به مانند نبودنش است. پس اخلاص این اصل توحید است و اصل صحیح بودن توحید است. اخلاص نشد توحید نابود شد. پس بدانید که تمام عبادت هایی که انسان انجام می دهد که به اخلاص است این عبادت گویا که نبوده است. این عبادت محکم است و این عبادت قبول نیست. ابن عباس رضی الله عنهما میگند عبدالله ابن مسعود کل امر بالعبادة فالمراد به التوحید، یعنی تمام امری که الله رب العزة والجلال در قرآن بر عبادت کرده است باید بدانید که این امر بر توحید است. ما در دلیلی که در حلقه 2-3 حلقه پیش در مسئله دلیل ها از قرآن نسبت اخلاص آوردیم، الله سبحانه و تعالی به ما چندین جای قرآن در چندین جایش بیان نمود که و ما امروا الا لیعبدوا، چندین آیت فقط اعبدو یعنی الله را بپرستید عبادت بکنید. همین کلمه عبادت به کدام معنی میاد؟ ابن عباس رضی الله عنه مفسر امت، بحر امت از نظر علم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقشون دعا کردن اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل ای تفسیر. این فقیه امت صحابه جلیل ابن عباس رضی الله عنه میگند هر یک امری که الله در قرآن برای عبادت نمود دانید که این توحید برای توحید است. پس وقتی که توحید نیست عبادت هم نابود خواهد شد. پس عبادت به اخلاص، عبادت های به اخلاص و این چنین عبادت که به اخلاص آمده است به مانندی به توحیدی است. یعنی عبادت به اخلاص قبول نیست. عبادت به اخلاص و به توحید به مانندی نماز است که به طهارت است. یعنی انسان وقتی که نماز را خوب میخواند، در جماعت میخواند، زیبا میخواند، اما طهارت ندارد، این نمازش قبول نیست. و البته شیخ امام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در همین موضوع به نهایت یک کلام نفیس و نادر البته در همین باب دارند. شیخ محمد ابن عبدالوهاب میگویند فالشرك متى ما دخل في العبادة افسدها و ابطلها. پس شرک
هنگامی که یا هر گاهی که به عبادت داخل شد و همراه شد، این عبادت را فاسد میگرداند و باطل میگرداند. چگونه ای که الله تعالی در سوره زمر آیت 65 گفت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من المخاسرین. به تحقیق وحی کرده شد، از جانب الله وحی نازل کرده شد ای محمد به تو و به همان کسانی که پیامبرانی که پیش از تو آمده بودند. وحی این است که اگر شرک انجام دادی باید بدانی که تمام عمل تو نابود و حبطه و بی ارزش خواهد شد و تو از جمله زیان کشیدگان و خاسرین خواهی شد. سبحان الله. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. این برای پیامبر است. پس چی برسد بر دیگر انسان ها؟ تمام انسانی که شرک کرد همه عملش نابود میشد. تمام نیکی که کرده بود، تمام عبادت که کرده بود نابود میشد و از جمله زیان کشیدگان میگردد. و این چنین در حدیث صحیح آمده است که البته حدیث صحیح و قدسی است که الله سبحانه و تعالی میگه: انا اغنی الشرکاء عن الشرك، انا اغنی الشرکاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. من غنی هستم، من بینیاز هستم از شرک انجام دهندگان مشرکین، از مشرکینی که شرک انجام میدهد. الله میگه که من بینیاز هستم. پس هر کسی که عملی را انجام داد که در این عمل به من شرک قرار میدهد، با همراهی من غیر من دیگر یک چیزی را شریک من میسازد، باید داند که من خودی همون انسان مشرک را هم ترک کردم و همون عمل شرکانش و شرکش را هم ترک کردم. سبحان الله. این حدیث بینات حدیث قوی است. انا اغنی شرکاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیه معی غیری ترکته و شرکه. پس بدانید که شرک بر دو قسم است. قسمی که اصل اسلام را، اصل دین را نابود میکند و انسان را از ملت اسلام بیرون میکند، کافر میکند. کفر اکبر است، به مانند دعا کردن غیر الله و ریای درجه بالاترینش و غیر ذلك. و این چنین سجده کردن به قبرها، طواف کردن و چیزهای دیگر. اما شرک هست که فقط همون یک عمل رو انسان رو کافر نمی کند، اصل اسلام اصل ایمان رو نمی برد، اما فقط یک عملی که انجام داد همین رو می برد. این یک شرک اصغر به مانند ریا هست. یعنی وقتی که انسان در عملش ریا رو انجام میدهد همون عملش نامقبول است، اگر البته ریا هم حد حدود رو خود رو داشته باشد. بارک الله فیکم. پس بعد از این به بیان مسئله دیگر میگذاریم که اخلاص یا که علاقه جهل به نابود شدن اخلاص. یعنی آیا جهل علاقه دارد که برای نابود شدن اخلاص سبب گردد؟ یعنی آیا جهل سبب نابود شدن اخلاص می باشد؟ البته هر کسی که اخلاص را به سبب جهل فقد کرد، یعنی از دست داد، نابود کرد و اخلاص را به جان آورد از سبب نادانی و جهل و بی‌علمیش و واقع به شرک شد. برای چی؟ برای اینکه وقتی که اخلاص رفت در حالت اتوماتیکی انسان به شرک واقع می شد و به شرک انسان به سبب جهلش واقع شد. عملهای شرکی اکبر را انجام داد در حالتی که خودش نمیداند که شرک را انجام داده ایستاده است، خودش نمیداند که این عملی کرده ایستاده شرک است. عمل شرکی را انجام میدهد، میپندارد، حساب مینماید که این عملش عمل خوب است، این عمل را، شرک را به خاطر الله انجام داده ایستاده است.
شرک را عبادت حس میکند، شرک را شرک بودنش را نمیداند و همین شرک را مخلصانه برای الله میکند. اعوذ بالله من ذلك والعیاذ بالله. الله ما را نجات بدهد و پناه به الله از این گونه جهل میبریم. پس حکم این انسان چیست؟ باید بدانید که اهل سنت و جماعت میگویند فهذا لا يرفع عن اسم الشرك وحكمه ولا يسقط تکفیره. این حالت جاهل بودن که سبب شد که انسان به شرک رود، اسم شرک را و حکمش را از این انسان بیرون نمی کند. یعنی انسان جاهلانه وقتی که شرک را انجام داد، ندانست که شرک است، شرک را انجام داد، فکر کرد که این شرک نیست، در شرک اخلاص کرد، از سبب جهلش داند که این انسان مشرک است و حکمش کفر است و تکفیر کرده میشد، کافر کرده میشد، کفر گفته میشد. تکفیر یعنی کفر گفتن. و این مذهب اهل سنت و جماعت است. اما مذهب مرجعه عصر حاضر این است که کسی که شرک را ندانسته انجام داد، شرک را کرد و ندانست که این شرک است، این کافر نیست. البته این مسئله بنیاد مسئله نازک است. یعنی ما یک قاعده داریم، قاعده اهل سنت و جماعت در مسئله شروط و تکفیر. ما میگیم الا یقصد الفعل. یک انسان یک منکر را انجام داد، شاید شرک را انجام داد، اما همین شرک را قصد نکرده، فعل شرک را قصد نکرده بود که بناگاه به وجود آمد. دلیلش روایتی که در والله علم صحیح مسلم آمده است، حدیث صحیح است که وقتی که یک مرد در صحرا با شترش که آب بر بالای شترش بود راه میگشت، بناگاه که شترش از نزدش نابود شد، غیب زد، در یک صحرا مرگ به سراغش آمد. مقصد وقتی که شتر با آب رفت در این صحرای جزیره از تشنگی میمرد. در این حالت به نهایت غمگین بود و از الله دعا میکرد و در حالت به نهایت غمگینی ایستاده بود که خود به خود شترش گشت و آمد، یعنی خود به خود بار دیگر حیات آمد. از خرسندی دعا کرد و گفت اللهم انت عبدی و انا ربک. ای الله، تو بنده من هستی و من رب تو هستم. یعنی خطا کرد، قصدش این سخن نبود. این انسان میخواست که ای الله تو رب من هستی و من بنده تو هم، اصلی مقصدش همین بود، اما غلط برآمد. یعنی کلمه شرکی را گفت اما مقصدش کلمه شرکی نبود. یعنی همین مکان شرک یا که همین فعل شرک، همین سخن شرکی را که قصد نکرد، قصدش سخن درست بود و غلط خطا برآمد، در این حالت انسان مشرک نیست. یعنی الا یقصد الفعل، انسان فعل شرکی را یا که فعل کفری را قصد نکرده، بناگاه همین انجام داده شود و بعد از این فهمد که خطا شده است، به خطاگی باشد، در این حالت این انسان را ما مشرک نمیگیم. اما یک انسان از خانه اش براید به خاطر طواف کردن در گرد خانه یک اولیای، در گرد یک درخت، در گرد مزار، در گرد قبر، سجده کردن، طلب راز و نیاز، دفع مضرات و جلب منفعت باشد، این انسان گرچنده که کفر را قصد نکرده باشد هم، اما فعل شرک را قصد که کرد، این کافر شد. این انسان از انسانی که حدیث مسلم رو روایت کردیم فرقش همین است که در حدیث انسانی را مثال آوردیم که این انسان یک فعل را قصد نکرد، خطا کرد، اما این انسان همین خطاگی را قصد کرد و همین را درست گفت. اما مرجعه میگن که در اینجا ما قاعده را الا یقصد الفعل میگیم، اینا الا یقصد الکفر، یعنی کسی که کفر را نیت نکرده باشد، عمل کفری را انجام دهد هم، این گویا مسلمان است. میگن اعوذ بالله من ذلك. و البته این شرطی که بلا اله الا با شروط تکفیر در آوردن الا یقصد الکفر، این شروط در آورده مرجعه عصر حاضر است و البته در اهل سنت و جماعت این چنین قاعده وجود نداره، بلکه شرط این است، شرط تکفیر یا که شروط التکفیر الا یقصد الفعل. بارک الله فیکم. پس باید بدانید هر کسی که جاهلانه نفهمیده شرک را انجام داد، اخلاصش نابود شد، این انسان گرچنده که به سبب جهل باشد هم انسان مشرک است، حکمش حکمی چی است؟ مشرک است، کافر است و تکفیر کرده میشد.
و باید بدانید که به تحقیق کفار عرب در جاهلیت در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که مشرکین قریش را دعوت می نمودند، این مشرکین قریش کفار عرب گمان می کردند که عبادت هایی که اینها به این اولیاهایشان، مثلا لات، عزا، منات، این بت ها که اولیا حساب می کردند انجام می دهند، از قربانی کردن و به این هیکل ها و بت ها و اولیا، از دعای طلب کردن و از طلب شفاعت کردن و از اونها و دعاهای شرکی که انجام می دادند، همه این مشرکین فکر می کردند که این دین است و همین دین ابراهیم است. یعنی ابو جهل و غیره و مشرکین کفار عرب وقتی که این شرک را انجام می دادند نمی گفتند که این از دین نیست، می گفتند که این دین است و او فکر می کردند که همین خوب است و فکر می کردند که همین دین ابراهیم انمین چنین مشرکی است. اعوذ بالله من ذلک. و فکر می نمود این کفار عرب که الله این عملشان را دوست می دارد و الله به همین امر کرده است، چگونه که الله در سوره زمر آیت 3 حالت این قریشی زمان کفار عرب را نقل می کند و می گوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آنانی که غیری بجز الله، یا که بگویم آنانی که بجز الله اولیاهای دیگری را به خود گرفته اند، یعنی مشرکینی که غیر الله دیگر اولیا دیگر انسانها را گرفته اند به خود همچون دوست اولیا گرفته اند، میگویند ما این اولیاها را نمی پرستیم، این بتها را نمی پرستیم مگرم به یک خاطر، ما خودی این بتها را اله نمیگوییم، ما خودی اینها را نمی پرستیم بلکه اینها را می پرستیم تا که ما را به الله نزدیک بکند، لیقربونا الی الله، تا که این هیکل ها، بتها، لات، عزا، منات، ود، یغوث و یعوق و نصر، همه این بت ها ما را به الله نزدیک کند گویا میپرستیم میگد. یعنی این یک وسیله بین ما و الله میگد. پس الله میگد که البته الله بین اینها حکم میکند در آن مسئله که اختلاف کردند و الله هر آن کسی که کاذب است و کفار هست هدایت نمیکند. و البته این دلیل است که مشرکان قریش، کفار عرب فکر میکردند که این عملهای شرکیشان این امر دین است و این برای نزدیک شدن به الله است. و این چنین در سوره، اگر نظر بکنید سوره یونس آیت 18 الله میگه و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، غیر الله را میپرستند، آن چیزهایی که به اونها نه ضرر میرساند نه فایده میرساند و میگویند که انمین چیزهایی که ما میپرستیم اینها در نزد الله ما را شفاعت میکرد. و این چنین در سوره اعراف آیه 28 اومده است که قالوا وجدنا علیه آباءنا والله امرنا به، مشرکان میگفتند که ما پدر بزرگهایمون را، گذشته ها اجدادمون را ما در همین عبادت یافتیم، همین گونه عبادت را انجام میدادند و این عبادت را الله امر کرده است. اعوذ بالله من ذلک. پس بسیاری از جاهلان مشرکینی که از عامه مشرکین عادی در زمان این قریش بود، یعنی بسیار مشرکین که جاهل بودند و مردم عادی بودند، اونها حتی نمی دانستند که این عمل شرکیشان غضب الله را می آورد و نمی دانستند که این عملهایشان، عملهای شرکیشان، ملت ابراهیم و اسلام و توحید را نابود میگرداند، میشکند. اینها نمیدونستند بلکه اونها اعتقاد میکردند که این یک بدعت حسنه هست، یک بدعت حسنه است. سبحان الله. پس برای همین ما میگیم که بدعت حسنه در دین وجود ندارد. بدعت حسنه آخرش همین شرک است. پس بدانید که این شرکشان به اونها هیچ فایده نه در این دنیا و نه در آخرت میدهد و جهلشون اونها را نجات نداد، جهل برای اونها عذر نشد
و جهل اونها را شفاعت نکرد، بلکه الله همین جاهلان مشرک قریش را همه اش را کفار نامید، مشرکین نامید. گفت قل یا ایها الکافرون در سوره کافرون آیه یکم وقتی که نظر میکرد الله به محمد صلی الله علیه و سلم خاتم الرسول امر کرد و گفت ای محمد بگو به این کسانی که به تو ایمان آوردند، بگو که ای کافرها، پس بدانید که مشرکایی که در زمان ما امروز وجود دارد به مانند پرستندگان قبر، عباد القبور و این چون این مشرکان مشرعین به نهایت مهم است. امروز مشرکا همه موضوع فقط درباره قبر وجود دارد، درباره قبر پرستی. البته باید در این مسئله گپ زده شود، این اولی مسئله است، اما باید مسئله دیگر فراموش نشود که امروز مشرکای وجود دارد که به نزد قبر نمی رود، دعا را هم نمی کند، دست هم نمی بردارد، اما اینها مشرکای قانون برار هستند. در مسئله قانون برآوردن فکر میکنند که برای اونها جایز است، قانون الله را رد میکنند و خودشان قانون میبرآورند. مشرع هستند. مشرع شارع و یگانه الله است و غیر الله کسی که مشرع شدین البته مشرک است و مشرکین هم در ربوبیت و الوهیت اسماء و صفات است، چگونه که در حلقه گذشته بیان کردیم. پس این مشرکای زمان ما از قبر پرستا، از صوفی های غلات و غیره و از این قانون سازهای به غیر حکم الله حکم کننده ها از باب اولا هست که باید تکفیر کرده شد و کافر شمارده شد، در حالت جاهل بودنشون هم، با همراه جهلشون هم. یعنی اون جاهلانی که در این زمان قبر میپرستند و مشرع و قانون ساز هستند از باب اولا هست که کافر گفته شود و تکفیر کرده شود. اگر ما مثلا تصور کردیم که جهل در اینها وجود دارد، اما باید بدانید که چگونه می شود تصور کرد که جهل، اصل جهل در اینها وجود ندارد. یعنی چگونه تصور کرده می شود که در دیار مسلمان ها، در دیاری که علما وجود دارد، در زمینی که قرآن وجود دارد، مشهور است، پنج شده است، به ترجمه هاش، به شرح هاش، حدیث ها وجود دارد، علما وجود دارد، امر معروف وجود دارد، اونها اما میگن که ما جاهلیم. البته در این حالت جهل عذر نیست. جهل در توحید و در ترک توحید و در واقع شدن در شرک جهل عذر نیست و این قول صحیح است و همین سخن را علما و ائمه دعوت، امام های دعوت توحید همین سخن را اختیار کردند. ابن القیم الجوزی، شیخ الاسلام ابن تیمیه در کتاب ایمان ذکر میکنند و این چنین محمد ابن عبدالوهاب، علماء دار النجد، علماء النجد، سليمان ابن عبدالله، عبداللطیف، شیخ ابن عبدالرحمن ابن حسن، محمد ابن ابراهیم، سبحان الله، و این چنین شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمه الله نیز همین سخن را اختیار نموده است و همین سخن را نصرت داده است و رد کرده است همون کسانی که به این سخن مخالف برآمده است. و البته در مجموعه الفتاوی ابن باز وجود دارد و این چنین هر کسانی که جاهلانه از مسلمان ها طواف در گرد قبر کرده میشن اینها را کافر گفته می شود. شیخ محسن العباد، محدث عصر، کتابچه نوشتند، رساله در این مسئله نوشتند، نام رساله الایضاح و التبیین فی من یطوف فی قبور الانبیاء و الصالحین، که البته حکم اینها کفر است، اما جهل اینها در روز قیامت عذر است. جهل اینها در مسئله کشتن اینها عذر است، یعنی اینها را کشته نمی شود، مثل دیگر مشرکای عادی نیست، اینها فقط کافر گفته می شود، اما اینها را یک بار کشته نمی شود، پیش از کشتن باید حجت رسانده شود. در این حالت جهل عذر است. مسئله سوم، در روز قیامت ما اینها را خلدن مخلدن فی النار نمیگیم، بلکه میگیم در مشیت الله است. جهل در نزد الله البته در روز قیامت عذر است، خیلی که الله میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران بزرگوارم، باز چندین مسئله دیگر باقی مانده است، اما ببینید که الان تقریبا 35 دقیقه شد. سبحان الله، ما با این همه کوشش و حرکت نتوانستیم که مسئله اخلاص را به پایان رسانیم.
و البته باذن الله در حلقه آینده چندین مسائل کوتاهی را که تعلق به اخلاص است به مانند علاقه اخلاص به دیگر شرط ها و علاقه اخلاص به انقیاد و قیام الاسلام بر اینها و مسئله فرق بین اخلاص و صدق چیست و دیگر مسائلی که تعلق بر این هست ان شاء الله به مانند فرق بین اخلاص و نیت چیست، برای اون که بسیار انسان ها اخلاص و نیت را به همدیگر آمیخته میکنند، اخلاص و صدق را